خب GM، من برنا مهاجرم و شما داریم به قسمت 2 پادکست راست کلیک سیف گوش میکنید. راستش من از روز اولی که این پادکست رو تصمیم گرفتم ضبط کنم میدونستم که یک جایی این اوایل داستان احتمالاً نیاز خواهد بود که من به سوال مشخص و معروف NFT چیه جواب بدم و همیشه با خودم فکر می‌کردم یک جوری شاید بشه این رو پیچوند و دقیق راجبش حرف نزد که حالا دقیقاً NFT چیه، به خاطر اینکه ماشاءالله توی این چند سال اخیر، مخصوصا 2 سال اخیر که کلا داستان NFT بولدتر و مینستریم تر شده، انقدر توضیحات مفصلی راجبش وجود داره و انقدر تو همه جا این تایتل دیگه امروز تقریبا میشه گفت کلیک بیت NFT چیه داره ترند میشه و دست به دست میچرخه که یه جورایی احساس کنم واقعا اشباح شده این قضیه. اما از طرفی هم واقعا خب نمیشه آدم یک پادکستی درباره فرهنگ و هنر دیجیتال و NFT خصوصا ضبط بکنه و به این به قول خارجی ها فیلی که در اتاق هست توجه نکنه و جوابش رو نده. بنابراین در این قسمت که تقریبا اول کار هم هست، قسمت 2 این پادکست، سعی میکنم درباره اینکه اصلا NFT چی هست صحبت بکنم. طبیعتا خب فوکوس من توی این صحبت بیشتر درباره نقش NFT و یعنی کلا مدیوم NFT و فضای NFT برای هنرمندها و برای آثار هنری و نقش فرهنگیشه، اما سعی میکنم که درباره ابعاد دیگه‌ش هم صحبت بکنم. و قبل از اینکه حالا من میخوام به اون صحبت برسم که حالا برای هنر و اینا چیه، دوست دارم که اون چیز کلی که راجع به NFT ها تا الان یا شنیدین یا اگر که یک سرچ خیلی خیلی ساده‌ای بکنین احتمالاً به دست میارین رو با هم یه مرور خیلی کوتاهی بکنیم که حداقل اون مرحله منفی داستان رو تقریبا میشه گفت کاور کرده باشیم. قاعدتاً اگر که شما درباره NFT سرچ بکنین یا بپرسین که اصلا NFT چیه، چند مدل جواب مختلف آدما بهتون میدن. یکی از رایج‌ترین جوابا یه جواب بسیار بسیار لغوی، یعنی از روی معنی لغوی NFT و یه چیزی تو این مایه هاست که میگه NFT یعنی non fungible توکن غیر قابل تعویض، و در توضیحش هم یه همچین چیزی رو میشه گفت که مثلا چه میدونم توکن قابل تعویض یک چیزیه مثلا پول، مثل اسکناس، و قابل تعویض بودنش هم اینطور مشخص میشه که فرض کنید مثلا شما یه 50,000 تومانی دارین، با یه 50,000 تومانی دیگه یا با 5 تا 10,000 تومانی، با 50 تا 1000 تومانی، اینا قابل تعویضه، یا حتی اصلا با شاید یه ارز دیگه با یک ریتی قابل تعویض باشه و هیچ فرقی نمیکنه، ارزشش به هر حال همون خواهد بود. یه 50,000 تومانی نه ارزشش کمتره از 5 تا 10,000 تومانی نه بیشتره و کاملا قابل تعویضه. همچنین با یه 50,000 تومانی دیگه قابل تعویضه. اما اگر که شما یک روزی یک 50,000 تومانی داشته باشین که این 50,000 تومانی رو یک نفری امضا کرده، مثلا چه میدونم مثلا شجریان امضاش کرده، حالا دیگه اون 50,000 تومانی یک اسکناس مارک شده است، به طور مشخص یک نمادی روش داره که اون رو غیر قابل تعویض میکنه، یک امضای مشخصی روش وجود داره که حالا دیگه از امروز نمیتونین شما اون 50,000 تومانی رو بگین این با هر 50,000 تومانی دیگه یا با هر مجموعه ای از اسکناس های دیگه که مجموعشون عددشون 50,000 تومان بشه قابل تعویضه. این یک توضیح خیلی معمولیه که درباره NFT ها میدن و میگن مثلا بیت کوین یک توکن فانجبل یا قابل تعویضه، به خاطر اینکه شما میتونید یک بیت کوین رو به در واقع قسمت‌های ریزتری تقسیم بکنین، با چیزهای معادلش در واقع تعویضش بکنین و اون ارزش نهاییش که در واقع حالا فعلا میشه گفت بود ارزش دلاریش محاسبه میشه حفظ میشه، ولی NFT این قابلیت رو نداره و شما نمیتونید یک NFT رو با یک NFT دیگه تعویض بکنین، به خاطر اینکه هر کدوم در واقع امضا و خصایل کاملا منحصر به فرد خودشون رو دارن. این
یک توضیح رایجه که دربارش داده میشه و توضیح درستی هم هست. از نظر تکنیکال توضیح درستیه. نان فانجیبل توکن معنیش همینه، فرقش هم با فانجیبل توکن دقیقاً همینه. اما آیا این توضیح میده که حالا به چه درد میخوره یا چه ارزشی داره یا به ما چه کمکی به زندگی ما میتونه بکنه؟ قاعدتاً نه. بنابراین یک توضیحی فراتر از این روی این میان سوار میکنن معمولاً. اونم من نمیدونم چرا همیشه یا حداقل 99% اوقات با مثال مونالیزاه و میگن که اینجوریه، یعنی که مثلا نقاشی مونالیزا یه دونه است در موزه لوور، داوینچی کشیدتش، یه اتریبیوت های مشخصی داره، اندازه مشخصی داره، جاش مشخصه، همه به هر حال صفاتش مشخصه و یک جاست. اما آدم های دیگه میتونن ازش کپی کنن، میتونن روی تیشرت چاپش کنن، میتونن نقاشیشو دوباره بکشن، میتونن چاپش کنن و 1000 نسخه دیگه ازش میتونه وجود داشته باشه، ولی هیچ کدوم از اونها مونالیزای اصل نخواهند بود. این در توضیح معمولا این در جواب کساییه که از اصطلاح همین رایت کلیک سیو که تایتل این پادکست هم هست استفاده میکنن برای اینکه در واقع ارزش NFT ها رو زیر سوال ببرن. میگن خب اینو میشه رایت کلیک سیو کرد، چه ارزشی داره؟ و بعد یه نفر میگه مثلا مونالیزا میشه ازش کپی کرد، میشه نمیدونم پرینتش کرد، اینجور کرد و اونجور کرد، ولی ارزش اصلیه حفظ میشه، بنابراین اون کپی ها ارزشی ندارن. اینم باز توضیح درستیه تکنیکلی، اما خیلی وقتا این مسئله پیش میاد که خب بابا مونالیزا یه چیز مشخصه، بوم، رنگ روشه، تاریخ داره، 1000 داستان داره، یک چیز ملموس و منقول و کاملا فیزیکی و مشخصه، یک چیزی که اصولا ذاتاً دیجیتاله. وقتی که رایت کلیک سیو کردنش با اصلش ذاتاً هیچ فرقی نمیکنه، خب چه اهمیتی داره این داستان؟ و شاید قانع نشن با این جوابه. بنابراین امشب یا امروز میگم به حسب اینکه کی دارین به این پادکست گوش میکنین، سعی میکنیم که یه ذره این تعریف رو فراتر از این دو تا تعریف معمول ببریم و ببینیم که واقعا چیه داستان. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، من اولش میخوام که یک قدم عقب‌تر اول بیایم و درباره فایده های هنر و کلا فانکشن های هنر، کاربردهای هنر صحبت کنم. اصلا نمیخوام وارد یک بحث فلسفی بشم، مثلا نگران نباشین، اصلا قرار نیست وارد اون بحثای مثلا هنر برای هنر رو نمیدونم هنر برای بازار و فلان اینجور چیزا بشم. داستان از این قراره که استفاده های هنر رو حالا به 1000 مدل مختلف میشه طبقه بندی کرد، ولی یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که نه یکی از راحت‌ترین روش‌هایی که میشه بهش نگاه کرد اینه که هنر یه سری استفاده‌های خصوصی و یک سری استفاده‌های عمومی داره. استفاده‌های خصوصیش برای یک هنرمند در وهله اول اینه که خب سلف اکسپرشن انجام میده. هنرمند هنرش یک جور زبان ارتباطش با جهانه، زبانیه که باهاش خودش رو ابراز میکنه، خودش رو نشون میده، افکارش رو، دغدغه‌هاش رو، احساساتش رو از خودش بیرون میریزه و حالا یا برای اینکه بتونه از اون طریق با دنیا ارتباط برقرار کنه، با بقیه آدم‌ها ارتباط برقرار کنه، یا صرفا برای اینکه بتونه اونها رو از خودش و از فکر خودش بیرون بیاره و روی یک کالبدی خارج از ذهن خودش در واقع ثبت بکنه. یه استفاده دیگه خصوصیش برای خود هنرمند، یک استفاده خیلی مشخصی از اونجایی که بالاخره هنرمندها هم آدمن و نیاز دارن که پول در بیارن و غذا بخورن و خونه داشته باشن و زندگیشون خرج داره، اینه که ازش پول در بیارن. پول در آوردن از هنر هم چند مدل داره برای یک هنرمند. یک مدلش اینه که کار سفارشی انجام بده، یک شخصی مثلا میاد بهش کاری سفارش میده و اون براش انجام میده، یا یک مدل دیگهش اینه که یک دولتی یا یک کمپانی، یک ارگانیزیشن بزرگی میاد بهش کار سفارش میده یا استخدامش میکنه که کار برای با اون هدف انجام بده، و یک مدل دیگهش هم و بهش پول میده بابت این کارها، و یک مدل دیگهش هم اینه که اون هنرمند برای خودش با ذهنیت خودش با ایده خودش یک کارهایی رو خلق میکنه و اون کارها رو به صورت حالا پابلیک یا یعنی به صورت خصوصی یا به صورت پابلیک به فروش میذاره. طبیعتاً این روش ها با هم دیگه در تضادن از یک نظرهایی، به خاطر اینکه معمولاً وقتی که یک هنرمندی داره برای یک آدمی کار کمیسیون شده انجام میده، کار سفارشی انجام میده، اون قابلیت ابراز هنر و عقاید و نگاه خودش در هنرش ممکنه محدود بشه، به خاطر اینکه خب اون کارفرما
یک سری استانداردهای خودش رو داره، یک سری المان‌ها و یک سری به هر حال فاکتورهایی داره که دوست داره توی اون اثر باشن، مخصوصا اگر که مثلا یک کارفرمای دولتی باشه، کارفرمای کورپوریشن مانندی باشه. خیلی این محدودیت‌ها و این جهت‌دهی‌های سازمانی روی کار اون هنرمند بیشتر میشه، بنابراین مجبور میشه از اون آرتیستیک اکسپرشنش بزنه، کاری که بهش گفتن رو انجام بده و بابتش پول بگیره. از اون طرف اگر که بخواد از آرتیستیک اکسپرشنش نزنه و همون چیزی که تو سرش هست و همون ایده هایی که تو سرش هست رو انجام بده، خب ممکنه که کارش رو ازش نخرن، ممکنه که کارش فروش نده، ممکنه فعلا کسی کارش رو درک نکنه، ممکنه کارش رو دوست نداشته باشن و همون کلیشه هنرمنده که درست فهمیده نمیشه و باش ارتباط برقرار نمیکنن و همیشه بعد از مردنشون معروف میشن و اینا که 1000 بار در 1000 کیس مختلف امثال ونگوگ و اینا اون 1000 آدم دیگه شنیدیم و دیدیم که خیلی پیش میاد که یک هنرمندی کلی کار کرده، در زمان حیاتش خیلی فقیر بوده و هیچ کس هنرش رو دوست نداشته، مثلا یه دفعه 50 سال بعد 100 سال بعد هنرش گل کرده و کلی ازش پول در اومده، ولی خب یه جورایی دیگه خیلی دیر بوده. بنابراین این خیلی نمیشه به عنوان یک روش قابل اتکا برای درآمدزایی و برای امرار معاش یک هنرمند بهش نگاه کرد. اینا میشه استفاده هایی که هنر برای هنرمنده داره، سلف اکسپرشن، درآمدزایی. از طرف دیگه برای کسایی که هنر میخرن یا آرت کالکتورها هم هنر طبیعتاً یک فانکشن هایی داره. از همش بولتر فانکشنش اینه که خلاصش واقعا میشه پوز. آرت کالکتور بودن یک جور سرمایه اجتماعی فرهنگی به ارمغان میاره که خب خیلیا دوستش دارن و خیلی براشون مهمه، همونجوری که مثلا یک ماشین گرون قیمت، ساعت گرون قیمت، خونه در فلان جا داشتن و هزار چیز دیگه، یک همچین سرمایه در واقع اصطلاحاً بهش میگن سوشال استاتوس به خصوصی رو برای آدم میتونه به ارمغان بیاره. آرت کالکتور بودن هم یک لیبل و یک، حالا میشه گفت علاقه یا شغل یا صرفاً مدل سرمایه گذاریه که این تاثیرش بسیار بسیار بلده. از طرف دیگه همین پوزه و همین جایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگی اجتماعی که این به وجود میاره، امکان دسترسی اون آدم رو به بقیه آدم‌های پوزوی دیگه و آدم‌های کول دیگه‌ای که به هر حال دارن آرت کالکت می‌کنن و جامعه اصطلاحاً الیت رو تشکیل میدن بیشتر میکنه. بنابراین خیلی از آرت کالکتورها یکی از اهداف اصلیشون اینه که بتونن از این طریق خودشون رو وارد دوایر اجتماعی و کانکشن‌های جدیدی بکنن که احتمالاً براشون میتونه خیلی مثلا امکانات و احتمالات پیشرفت‌های بعدی رو فراهم بکنه. یکی دیگه از دلایلش مشخصاً افزایش سرمایه‌شونه. آدم‌ها آثار هنری رو چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، خیلی اکثر خرید و فروش‌های بازار هنر برای این صورت میگیره که طرف میخواد پول در بیاره، یک چیزی رو میخره به خاطر اینکه معتقد این هنرمند کارش گرون میشه و بعداً میتونه اینو بفروشه، بعدش پول در بیاره. و حالا یه مقدار خیلی کمیش هم حالا اون لذت شخصی و علاقه‌ای که یک نفری میتونه به یک هنری داشته باشه. یعنی مقدار کم منظورم اینه که درصد کمی از آدم‌ها این اتفاق براشون بیفته، یک همچین منطقی دارن یعنی براش. این دو قسمت، هنرمندها و کالکتورها، در واقع اون دو طرف سکه داستان هنرن معمولاً به طور اقتصادی و در واقع چجوری میشه گفت، مثلا یک جور بنیادین فضای حالا هم بازار هنر و هم کانتکست تولید هنر و خریداری هنر میشه بهش نگاه کرد. یعنی دلیلی که آرتیست‌ها هنر تولید میکنن و دلیلی که کالکتورها دارن هنر رو میخرن. از طرف دیگه ای هنر به طور کلی یک سری فایده عمومی داره که در خیلی از اوقات این فایده عمومیش به شدت از فواید خصوصیش چه برای آرتیست یا چه برای کالکتور بزرگتر و بولتره. فایده عمومی هنر چیه؟ فایده عمومی هنر اینه که این آثار هنری حالا به یک طریقی در یک موزه‌ای مثلا قرار میگیرن، بعد از اینکه اون مثلا آرت کالکتور میمیره یا پیر میشه اینا رو دونیت میکنه به یه جایی، یا وقتی که حالا مرد مثلا فرزندانش میان به خاطر اینکه اون فواید خصوصی برای اونا اونقدر شاید صدق نکنه، کول بودن و پوز و دوایر اجتماعی و فلان و اینا و پولش رو بیشتر لازم داشته باشن، میان اون آثار رو میفروشن یا یک موزه‌ای باهاش درست میکنن یا هر چی، و اون
اثر هنری یک فانکشن هنری، یک فانکشن عمومی پیدا میکنه. مردم میرن اون رو میبینن، از دیدنش لذت میبرن، رو زندگیشون تاثیر میذاره. من تقریبا مطمئنم که اگر که شما آدم هنردوستی باشین و اهل موزه برین، موزه، آدم‌های موزه برویی باشین، گالری برویی باشین، قطعاً براتون پیش اومده دفعاتی که یک اثر هنری رو نگاه کردین یا یک موسیقی رو مخصوصاً شنیدین و این به شدت روتون تاثیر گذاشته. شما نه صاحب اون اثر بودین نه خالق اون اثر بودین، صرفاً یه اصطلاحاً آرت اپریشیتور بودین. شما یک هنردوست هستین در این کیس، اما اون اثر هنری، حالا چه نقاشیه، چه فیلمه، چه شعره، چه کتابه، چه موسیقیه یا چه هر چیز دیگه‌ای، به طور مشخص در زندگی شما یک نقش خیلی 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 اساسی و کلیدی ممکنه داشته باشه. و از این جهت میشه گفتش که کاربردهای عمومی هنر خیلی وقتا واقعاً بولدن و واقعاً از اون کاربردهای خصوصی که برای هنرمندها یا برای کالکتورها داره، نقششون پررنگتر حتی است. اما معضلی که اینجا پیش میاد چیه؟ معضلی که پیش میاد اینه که خیلی وقتا این کاربردهای عمومی با کاربردهای خصوصی هنر در تضادن و نمیشه هر دو رو با هم داشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که شما یک اثر هنری رو بخرید و یک آرت کالکتوری باشین که یک اثر هنری رو میخره، خب اینو قاعدتاً میذارین توی خونتون یا یک جایی که بالاخره دارین زندگی میکنین یا فضایی که مال خودتونه، حالا اداره است، خونه است، هر چی هست، و یک برای اینکه دوست دارین اون حس اونرشیپ، حس مالکیت، حس اکسکلوسیویتی که اون برای شما میاره و همه اون ماجراهای پوز و کانکشن و اینا رو در ملموس‌ترین حالتش بتونین داشته باشین. و خب آدم‌های کمی، مثلا حالا هر چقدر 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر آدمی که ممکنه در خونه شما بیان و برن یا در اون محل کار شما بیان و برن، این اثر رو می‌بینن و اون افکتی که شما می‌خواین رو روشون میذاره. اما خب طبیعتاً این تعداد در قیاس با اون تعدادی که مثلا یک اثری رو در یک موزه میتونن برن ببینن بسیار بسیار ناچیزه. و از طرفی هم خب اگر که یک آدمی بخواد که اثر هنریشو برداره ببره تو یک موزه‌ای مثلا بذاره، باید بره یه موزه درست بکنه یا باید بره دونیت کنه به یه موزه و اون اکسکلوسیویتیه و اون حس اونرشیپه یه مقدار خیلی زیادی از توش از اون مالکیت اون اثر از بین میره. به خاطر اینکه الان شما که مثلا موزه یا مثلا من خودم مثلا موزه میرم، در چون موزه هنرهای معاصر مثلا میرم چیزی رو نگاه میکنم، خیلی کم ممکنه برام پیش بیاد که خب الان صاحب این نقاشی کیه. آدم حدس اولش همیشه اینه که خب مال موزه است دیگه، مثلا فکر نمی‌کنه که این مال آقا یا خانم فلانیه، اون مال آقا یا خانم مثلا بهمانیه و اون افکت رو از بین میبره. و دلیلش هم خب خیلی مشخصه، آثار هنری فیزیکال در آن واحد یک جا بیشتر نمیتونن باشن. شما فقط یک جا میتونین برید مونالیزای اصل ببینین، یک جا میتونین برید مثلا گوئرنیکا رو نگاه بکنین. و حالا اینا همه این توضیحات ارتباطش به داستان NFT چیه؟ NFT ها به طرز خیلی خیلی خارق‌العاده و معجزه‌آسایی در زمینه هنر نه تنها تمام این مشکلات رو حل میکنن و تمام این تضادها و یک جورهایی میشه گفتش که کامپرومایز هایی که ممکنه لازم باشه توش انجام بشه رو حل میکنن، بلکه کلی مزایای دیگه ای هم دارن. در وهله اول چجوری اینها رو حل میکنن؟ NFT ها یک خاصیت خیلی اساسی که دارن اینه که میتونن مالکیت و ارزش اون اثر رو از دیدنش جدا بکنن. اونرشیپ رو اصطلاحاً از ویورشیپ میتونن جدا بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر که مثلا من صاحب چه میدونم فلان مثلا نقاشی دمیان هرست الان هستم که اگر ویدیو این رو دارین نگاه میکنین یک پرینتی ازش پشت سر من وجود داره، اگر هم که ویدیوش رو نگاه نمیکنین و دارین فقط پادکستش رو گوش میکنید، مثلا اسمش هست Eyes Belong to Me، یک اثری از دمیان هرست. خب این به طور کاملا وریفایبل و کاملا قابل اثبات و بدون هیچ شکی متعلق به منه، به خاطر اینکه توی یک کیف پولیه که اون کیف پول به صورت وریفایبل با اسم من ساخته شده، اسم من روشه و مشخصا مال منه، کنترلش دست منه، همه جا معلومه که این مال منه، اکانت مثلا توییتر هم بهش وصله، اکانت های دیگه هم بهش وصله، جاهای مختلف میتونم خودم برم اونجا پیام حتی ساین کنم باهاش و خلاصه هیچ شکی در مالکیتش وجود نداره. از طرف دیگه برای تمام اون افکت های پوزه رو اصطلاحاً میتونم ازش بگیرم. از طرف دیگه ای
همه آدم‌ها در همه جای دنیا به راحتی در هر مدیومی که میخوان، حالا موبایلشونه، یه اسکرینه، نمیدونم لپتاپشونه، یا اصلا پروژکت شده روی یک دیواریه یا هر چی، میتونن از دیدن اون اثر لذت ببرن، میتونن ببیننش دقیقاً همون جوری که من میبینمش بدون هیچ فرقی. این دیگه اتفاقا اینجا خوبیش همینه، پرینت مونالیزا نیست. اینطور نیستش که یک مونالیزایی وجود داره، روش رنگ وجود داره، رنگش ضخامت داره، نمیدونم تکسچر داره و هزار چیز دیگه، اما وقتی پرینتش رو می‌خرین صرفاً یه کاغذ گلاس هست که یه چیزی روش چاپ شده. دقیقاً همون تجربه موضعی اصل رو همه آدم‌ها در همه جای دنیا در هر اشلی میتونن داشته باشن، در عین اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در اینکه مالکیت این اثر مالکیه ایجاد نمیشه. حالا این وسط یه سری آدم ممکنه بیان بگن که خب چه مرضیه، اگر که همه میتونن ببینن و همه همون اصل رو دارن میبینن و میتونن رو موبایلشون یا رو لپتاپشون، کامپیوترشون، هر چی رو داشته باشن، چرا تو باید اصلا پول بدی بابت این؟ و خب به نظر من این خیلی نگاه خودخواهانه و راستش یه جورایی نامردیه به هنر، که بگیم که هنر در واقع کالکتور هنر، یک آرت کالکتور وقتی که یک چیز رو میخره باید این رو مخفی بکنه، وگرنه اگر این مخفی نباشه ارزشش کم میشه. یعنی اگر که من این چیز رو میخرم باید فقط خودم ببینمش، وگرنه چرا باید پولش رو بدم اگر که کس دیگه هم میخواد ببینه؟ و این خب خیلی نگاه بدیه به نظر من به هنر، و این دقیقاً همون نگاهیه که باعث شده الان یک مقدار بسیار بسیار زیادی از خرید و فروش و کلا داد و ستدها و معاملات هنری در دنیا داره اصلا فقط در یک سری فریپورت هایی در مثلا سوئیس و سوئد انجام میشه، که در واقع اون اثر هنری توی یک فریپورتی، یعنی یه جایی مثل یه بندر آزادی در یک مثلا سوله‌ایه که خیلی خیلی ایزوله است و شرایط نگهداری اثر هنری توشه و اینا، و خریدار و فروشنده فقط یک جای دیگه ای از دنیا یک سندی رو از این ور به اون ور میکنن، فقط این از مثلا چی میگن مالکیت آقای یا خانم کیک میره به مالکیت آقای یا خانم نفر دیگه، بدون اینکه اون اثر از اونجا تکون بخوره، بدون اینکه اون اثر دیده بشه، بدون اینکه اصلا جایی کسی بتونه از در واقع ارزش هنریش لذتی ببره، و فقط یه اینوستمنتیه که یک آرت کالکتوری انجام میده بدون اینکه حتی خودش خیلی وقت اون اثر هنری رو ببینه از نزدیک. و خب این خیلی کار عجیبیه، به خاطر اینکه رسالت هنر یک مقدار زیادیش در دیده شدنه، و اگه قراره که اون اثر هنری دیده نشه، خب چه ارزشی اصلا میتونه داشته باشه؟ چه فرقی میکنه که آدم اصلا بگه که من اینو دارم یا ندارم؟ اتفاقا وقتی که دیده نمیشه چه ارزشی داره این مالکیته؟ و NFT ها خب همونطوری که گفتم این مسئله رو حل میکنن، همه میتونن ببینن، همه میتونن ازش لذت ببرن، میتونه رو زندگی همه آدم ها در همه جای دنیا تاثیر بذاره، چیزی که اگر که حتی شما بخواید با هنر فیزیکی این کار رو انجام بدین هزینهش بی اندازه زیاده. شما یک نقاشی رو، حتی یک نقاشی مثلا A5 یا A4 یا A3 یا هر سایزی رو بخواید، حتی هر چقدر هم کوچیک حتی باشه، ولی نقاشی گرون قیمتی اگر که باشه، بخواین از مثلا چه میدونم تهران بفرستین در یک شوی در نیویورک نشونش بدین و بعد بفرستینش در مثلا چه میدونم مثلا دهلی نشونش بدین، کلی هزینه جابجایی داره، کلی هزینه بیمه داره، هزینه اون دیواری که بالاخره این روش باید قرار بگیره وجود داره، هزینه سکیوریتی وجود داره و هزار چیز دیگه و هزار اتفاق بد میتونه براش بیفته طی این مسیر، که تازه باز هم بیننده‌هاش محدود به اون فضا و اون زمان خواهند بود، به خاطر اینکه مثلا 2 هفته اونجاست، بعد این برداشته میشه میره یک جای دیگه. و در صورتی که شما میتونید تمام این کارها رو NFT با یک NFT به راحتی انجام بدین بدون هیچ خرجی. NFT رو همه دارن میبینن، حتی رو دیوار میتونن ببینن، تو فلان موزه، تو 5 تا موزه همزمان اصل اثر میتونه نمایش داده بشه. حالا اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اصلا اصل اثر چه ارزشی خواهد، چه اهمیتی اینجا داره، اصل اثر یعنی چی؟ و سوال خوبی هم هست البته، خیلی جواب قانع کننده ای نداره و این وارد یک پوینت دیگه ای از صحبتی که میخوام بکنم میشه، و اون پوینت هم اینه که کلن اگر که یک لحظه هنر فیزیکی رو کنار بذاریم، یعنی هنری که مثلا به صورت فیزیکی ساخته میشه و بعد یک نفری این رو اسکن میکنه یا ازش عکس میگیره و اون در واقع مدیای دیجیتال شده رو تبدیل به NFT میکنه ولی هنوز یک نسخه فیزیکی ازش وجود داره، اگر اون رو یک لحظه کنار بذاریم، چون اون یک
ترانزیشن ارای اون مربوط به یک جور دوره گذاره. حالا الان با اون خیلی کاری نداریم. در کیس هنر دیجیتال که در واقع موضوع اصلیه و اصلا ماهیت این پادکست هم به یک مقداری هست، خیلی جالبه که ما در تقریبا این 60-70 سالی که هنر دیجیتال وجود داشته، از تقریبا اواسط قرن 20 که هنر دیجیتال به وجود اومده تا امروز، تمام آثار هنری دیجیتالی که داشتیم فیزیکال بوده. خیلی جالبه این موضوع. یعنی چی؟ یعنی هنرمندان دیجیتال مجبور بودن کارشون رو دیجیتال تولید کنن، بکشن، بسازن، نمیدونم با کامپیوتر کدش کنن یا با چونم اسیلوسکوپ حتی اون مثلا نسخه‌های اولیه یه چیزی رو درست بکنن و بعد نهایتا این رو پرینتش کنن و اون پرینت رو به عنوان یک اثر هنری مثلا تک نسخه یا چند نسخه امضا کنن و یه سندی براش ایجاد بکنن، یک پروفی براش ایجاد بکنن و اون رو برای فروش بذارن. و خب این خیلی عجیب و مسخره است که در این همه سال هیچ وقت ما هیچ روش و هیچ مدیومی برای عرضه هنر دیجیتال در فرمت و مدیوم بومی و نیتیو خودش، یعنی در یک مدیوم دیجیتال نداشتیم. تنها راهی که ما برای عرضه هنر دیجیتال در دنیا داشتیم فیزیکال بوده، تازه اون هم به صورت یک پرینت ازش، که درسته که حالا ممکنه هنرمند اون رو امضا می‌کرده، آتنتیکیتش می‌کرده و هزار چیز دیگه، ولی خب نهایتاً یه پرینت فیزیکال ازش بوده. نمیشه گفتش که این دقیق اصل اون اثره، چون اصل اثر دیجیتال درست شده بوده. و وقتی که درباره اصل بودن و اینکه خب فرق یعنی یک مثلا NFT و نسخه راست کلیک سیو شدهش چیه و چرا یکی اصله و چرا یکی نیست، به جای اینکه وارد اون توضیحات تکنیکاله، نمیدونم یه بلاک چینی وجود داره که یه آدرسی توشه، یه هشی توشه که این هشه وصله به یه عکسی و فلان و اون نشون میده که این اصله و اینا، من همیشه این سوال رو از اون شخصی که این مسئله رو مطرح میکنه میپرسم و اونم اینه که اصلا NFT به کنار، فرض کنیم یک نفری داره هنر دیجیتال درست میکنه و میخواد این رو بفروشه، میخواد بگه که آقا این میخواد یک نسخه اصل ازش درست، اصلا حتی نمیخواد بفروشه، میخواد یک نسخه اصل ازش درست کنه. به نظر شما چی کار باید بکنه؟ چه راهی وجود داره برای ایجاد نسخه اصل از یک اثر هنری دیجیتال؟ اصلا NFT فراموش، اصلا فرض کنیم که NFT واقعا چونم اسکم، پولشویی، دزدیه و یه چیز الکی اینا، چه راهی براش وجود داره؟ خواهش می‌کنم البته راهتون این نباشه که مثلا طرف میتونه فایلش رو بریزه رو فلش مموری اونو بفروشه، به خاطر اینکه خب اون دقیقاً همون معضل رو 100 برابر میکنه. به خاطر اینکه خب اومدیم اون طرفی که اینو خریده بود از تو این فلش مموری اینو کپی پیست کرد توی فلش مموری دیگه، حالا الان 2 تا شد، اون اصلش شد 2 تا، چون خب فایل همونه دیگه، دقیق همون فایله. اصل اون وقت کدوم خواهد بود؟ یه ذره اگر به این موضوع اون وقت فکر بکنیم ببینیم که واقعا مثل اینکه راهی وجود نداره ها، خودمونیم، این همه هنر دیجیتال داره خلق میشه هر روز، همونجوری که تو قسمت‌های قبل هم هی مطرح شد، دنیا داره هر روز دیجیتال تر میشه، زندگی ما داره دیجیتال تر میشه و طبیعتا هنر و هنرمندها هم فعالیتشون داره بسیار دیجیتال تر میشه، اما هیچ روشی برای ایجاد اثر هنری اصل در فرمت دیجیتال وجود نداره مگر NFT. و در واقع جواب داستان NFT اینه، قرار نیستش که NFT، یعنی به نظر من اون کسی که داره راجع به NFT ها صحبت میکنه اونقدر نباید نیاز داشته باشه که توضیح بده چرا این خوبه. به نظر من اون کسی که داره میگه NFT ها بدن باید توضیح بده که آلترناتیوش چیه. اگر NFT نه پس چی؟ پس چطور میشه یک اثر هنری اصل تولید کرد؟ یا باید بگیم که خب دیجیتال آرتیستا کلا کار نکنن یا کار فیزیکال بکنن یا نهایتا همونطور که گفتم پرینت از کارشون بفروشن، که خب باز اصلا نمیشه گفت اصل اثره، چون اصل اثر رو طرف مثلا تو آیپدش کشیده، تو ایلاستریتور کشیده، یا اصلا شاید اون اثر گیفه، شاید ویدیوه و خب چیکار کنه؟ اینو بریزه روی CD یا روی یه مثلا نوار VHS و اونو اونجوری عرضه بکنه، یا صرفا یک نهادی وجود داشته باشه یک جایی که مثلا رکورد کنه که آیا مثلا فلان اثر هنری دیجیتال مثلا ویدیو اینستالیشن چی متعلق به فلانیه، به خاطر اینکه خب یه چیزی نیستش که طرف تو خونه‌اش بتونه داشته باشه، که مثلا نقاشی رو خب طرف هم داره برای تو خونه‌اش تو یه جای نگه می‌داره و خب دستشه، به هر حال ملموسه براش، ولی اونجوری یک نهادی لازم خواهد بود که بیا تضمین کنه که صاحب اینه. بعد خب این نهاد کی خواهد بود؟
چند تا از این نهادها به وجود اومدن. فردا روز اگه اون نهاد بسته شد، تکلیف اون دیتاها چی میشه؟ اگر که یک نهادی گفت این مال این هست، یک نهاد دیگه گفت مال اون نیست، چیکار بکنیم؟ و هزار داستان دیگه. خلاصه یک به قول این خارجی‌ها رابیت هولیه که اگه واردش بشین ته نداره و البته داره. تهش اینه که NFT ها به همه اینا جواب میدن و همه مسائل رو حل میکنن و من خیلی دوست دارم که از این جنبه بهش نگاه بکنیم، مخصوصا اگر که هنرمند هستین، مخصوصا اگر که اصولا خب در دنیای دیجیتال دارین فعالیت میکنین. به نظر من سالم ترین و قابل اتکاترین زاویه‌ای که میشه به قضیه پرداخت اینه که اگر NFT نه پس چی؟ پس هنرمندهای دیجیتال چیکار باید بکنن؟ اینو تا اینجا داشته باشین به عنوان فایده NFT در جواب به مسائلی که فعلا در فضای هنری فیزیکال وجود داره اما در فضای هنری دیجیتال وجود نداشته و NFT ها یک جوری این رو فراهم کردن، یا اون مسائل و مشکلاتی که توامان با هم دیگه نمیتونستن در فضای فیزیکال وجود داشته باشن، مثل ماجراهای مزایای پابلیک هنر و مزایای پرایوت هنر برای مثلا کالکتورها، و NFT اون قضیه رو با جدا کردن اونرشیپ و ویورشیپ حل کرده بود. این تا اینجا. حالا یک سری مزایای جالبی دیگه پیدا میکنه حتی قضیه. مثلا چی؟ مثلا رویالتی های فروش های ثانویه. یک چیزیه که شاید توی جاهایی که راجع به NFT صحبت میکنن اسمش رو زیاد شنیده باشین. خیلی‌ها در ایران به اشتباه بهش میگن لویالتی، مثل یعنی وفاداری، ولی خب رویالتیه اصطلاح درستش با آر. نیاز به توضیح نباید داشته باشه این قضیه البته، ولی مثلا اینکه داره. رویالتی یعنی چی و اصلا چرا اینقدر یک مسئله مهمیه؟ در فضای هنر فیزیکال شما اگر که یک نقاشی برین از یک نفری بخرین مثلا 200,000 تومان، 10 میلیون تومان یا هر قیمتی، و فردا روز بیاین اون نقاشی رو یک دفعه در یک حراجی، در یک گالری، یک موزه، یک جایی بفروشین 2 میلیارد تومان یا 2 میلیون دلار یا هر قیمت دیگه‌ای، همه اون پول میره تو جیب شما و نهایتاً این حسن مثلا نیت شما خواهد بود که آیا از اون فروش بعدی اصلا یک پولی به آرتیست داده بشه یا نشه و اصلا آرتیست رو میشه پیدا کرد نمیشه پیدا کرد، چه دیلی باید باهاش کرد و هزار داستان دیگه که کار بسیار دشواریه و عموما اصلا اتفاق نمیفته در فضای هنر. هنرمند وقت میذاره، یک اثر هنری رو درست میکنه، میفروشه و تموم میشه، مجبور میشه که بره یک اثر هنری دیگه درست بکنه که دوباره بیاد بفروشه و ازش پول در بیاره. NFT ها اینجا چیکار میکنن؟ NFT ها به خاطر سازوکار در واقع کد محوری که دارن و قابلیت برنامه ریزی توشون وجود داره، یک مقداری در واقع پروگرامبل آرت حتی بعضیا از یک جاهایی بهشون میگن که حالا حتی خیلی خودتون درگیر این ترمینولوژی نکنین، این قابلیت رو فراهم میکنن که هنرمند وقتی که داره NFTش رو تولید میکنه، وقتی که داره اثر هنریش رو در مدیوم NFT در واقع ارائه میده، یک چیزی تعیین میکنه به اسم رویالتی فی. رویالتی فی یک درصدیه که هنرمند میگه آقا این اثر هنری، این چیزی که من اینجا گذاشتم الان قیمتش انقدره، هیچی، از این به بعد اما وقتی که من اینو فروختم، وقتی که خریدار من خواست به یک خریدار دیگه‌ای و اون خریدار بعداً به یک خریدار دیگه‌ای و اون یکی به یک خریدار دیگه‌ای خواست این رو بفروشه، از هر فروشی که انجام شد انقدر درصد از اون فروش مستقیم میاد به حساب من. یه آدرس کیف پول هم توش میذاره و کاملا مشخص میکنه که اون عدد و اون درصد به آدرس خود هنرمند بیاد. این یعنی چی؟ یعنی هنرمند یک رونیو استریم یا یک در واقع راه درآمد ثابت، تقریبا ثابت با فرض اینکه آثارش در گردش باشه، برای خودش درست میکنه. بنابراین تنها راه پول درآوردن یک آرتیست محدود به این نخواهد موند که هر روز و هر ماه و هر سال مجبور شه یک اثر جدید درست کنه که بفروشه که بتونه از توش پول خونه‌اش رو بده و پول غذاش رو بده. یک هنرمند ممکنه یه دفعه یک مثلا مجموعه‌ای 50 تا 100 تا اثر هنری درست کنه، اینها رو به بازار عرضه کنه و یه دفعه از چرخش و گردش همونها در بازار تا نسل‌های بعد خودش هم حتی کاملا از نظر مالی بتونه تامین بکنه، به خاطر اینکه از هر فروش ثانویه‌ای که اونها خواهند داشت یک درصدی داره میگیره. مثلا یک نمونه خیلی بارزش در مجموعه هایی که به صورت جنراتیو آرت در پلتفرم آرت بلاکس مثلا داره NFT میشه که یک سری جنراتیو آرتیست هایی اونجا مجموعه دارن میذارن، تقریبا هر کدومشون فکر کنم یه چیزی بین 5 تا 7.5% دارن پول میگیرن. حالا فرض کنین یک هنرمندی اومده یک مجموعه داده مثلا 1000 تا اثر توشه،
این 1000 تا اثر هر کدوم قیمتشون بوده مثلا $200. کم پولی هم نیست، $200 پول گرفته تو فروش اولیش، خیلی هم عالی. و بعد همینجوری زمان گذشته و تا امروز کل اون مجموعه یک چیزی نزدیک مثلا به $50 میلیون گردش مالی داشته، هی توش خرید و فروش صورت گرفته. از اون $50 میلیون 5%ش یا میگم یه چیزی بین 5 تا 7.5% هم بسته به هنرمند فرق میکنه، حالا بهش خیلی مهم نیست، ولی این درصدش مال هنرمنده همیشه. و این یک موضوع بسیار بسیار مهمیه و خیلی خیلی حتی میتونه در قیمت گذاری کارها و روش مارکتینگ هنرمندها تأثیر بذاره، به خاطر اینکه در اون کیسی که هنرمند یک کاری رو میاد درست میکنه و میذاره و میفروشه و بعد بره سراغ کار دیگه، قشنگ به این فکر میکنه که خب من چقدر باید از این پول در بیارم تا بتونم زنده بمونم تا کار بعدیمو بفروشم و مجبور میشه قیمتش رو ببره کلی بالاتر. ولی وقتی که میدونه که از هر فروش ثانویه هم روی اون داستان قراره که یک پولی بگیره، خب میتونه قیمتاشو بیاره پایینتر. من اینو به عنوان یک توصیه به هنرمندها نمیگم که خب اوکی پس حتما قیمتتون رو بیارین پایین به خاطر اینکه در آینده رو فروش‌های ثانویه پول میگیرین ها. به طور کلی دارم میگم که یعنی یک همچین گیمیفیکیشن هایی حتی وارد بازی میکنه و این خب خیلی دامنه و کلا عرصه جدید رو به هنرمندها باز میکنه که در فضای هنر فیزیکی اصلا تا حالا وجود نداشته، حداقل به صورت ریلایبل و یک جوری که کاملا اصطلاحاً بهش میگن تراستلس. یعنی در فضای فیزیکی ممکنه یک نفر یک آرت کالکتوری بیاد بگه ببین من اینو ازت مثلا 10 میلیون میخرم، قول میدم مثلا دفعه بعدی که فروختم 10% رو بدم به تو. این یه قوله، ته تهش هم حالا شما ممکنه برین یه جای قراردادی امضا کنین، ولی باز اون آدمه میتونه یه جوری بیاد و اینو دور بزنه، زیرابی بره، یواشکی بفروشه یا هزار کلاهبرداری و خلاصه کار شیدی دیگه انجام بده برای اینکه بتونه اون قولی که داده یا حتی اون قراردادی که بسته رو دور بزنه. ولی در این کیس یک سیستم تراستلس اینجوری کار میکنه که شما لازم نیست به اون خریدار و قولی که داره بهتون میده اعتماد کنین، شما کافیه به اون کد و به اون برنامه اعتماد کنین که یک چیز مشخص، شفاف، غیر قابل تعویضه و وقتی که گفته که آقا همیشه از فروش‌های ثانویه اینقدر درصد به شما داده خواهد شد، یعنی همیشه از فروش‌های ثانویه اینقدر درصد به شما داده خواهد شد، حتی اگر که فروشنده یا خریداره نخوان که این پول به شما بدن. این یک لایه اعتماد خیلی خیلی فراتر از اون چیزی که در دنیای فیزیکی وجود داره رو برای شما فراهم میکنه. اینا یک سری مزایا و کاراکتریستیک هایی اصطلاحاً که NFT ها میتونن داشته باشن برای کمک و برای در واقع نقش آفرینی در زندگی و ورک فلوی هنرمندها. ولی ممکنه خب این سوال براتون وجود داشته باشه خب NFT مگه همش هنره؟ نه، NFT همش هنر نیست. NFT اصلا یک مدیومه. من همیشه اینو میگم، حالا هر جایی تو این توییتر و مثلا کلاب هاوس و قدیما یا هر جای یک صحبتی میشه من روی این موضوع سعی میکنم تاکید کنم که بهترین روشی که شما میتونید به NFT نگاه بکنین به چشم یک مدیومه، همون جوری که دارین به کاغذ نگاه میکنین. کاغذ یک مدیومه، روی کاغذ کتاب چاپ میشه، اسکناس چاپ میشه، نقاشی کشیده میشه، به عنوان دستمال توالت هم ممکن ازش استفاده بکنن، روزنامه هم روش ممکنه چاپ بکنن، هزار استفاده مختلف داره. NFT هم همینه. NFT صرفا یک مدیومی برای عرضه محتوای دیجیتال به صورت قابل معامله و به صورت قابل ردیابی و وریفای کردنه. این مدیوم بسته به این که شما چی سوارش میکنین، دقیقاً مثال کاغذ میتونه حاوی و در واقع چی میگن یک جور مثل انتقال دهنده محتوای مختلف باشه. مثلا اگر که شما یک اثر هنری رو در این مدیوم قرار بدین، مثل اینکه روی کاغذ نقاشی بکشین، دارین در واقع یک اثر هنری تولید میکنین. شما یک NFT که ریپرزنت کننده یک اثر هنریه ندارین، شما یک اثر هنری دارین که در قالب NFT داره ارائه میشه. همونطوری که وقتی که شما مثلا یک نقاشی رو کاغذ میکشین، وقتی که این کاغذ رو دارین عرضه میکنین برای فروش یا حتی به این نفر نشون میدین، اگه یه نفر ازتون بپرسه که چی داری اینجا میفروشی، بهش نمیگی که من دارم مثلا یه سری کاغذ چه میدونم گرم فلان میفروشم و مثلا که روش یه سری مثلا نقاشی چه میدونم آبرنگم داره. شما میگی من دارم نقاشی میفروشم، حالا این نقاشی‌ها روی مثلا کاغذ فلانه. NFT هم همینه.
شما در واقع چیزی که دارید، اگر که هنرمند هستین و دارین آثار هنریتون رو NFT می‌کنید، به این چشم باید بهش نگاه کنید. وقتی که بهتون میگه چی داری می‌فروشی، این که میگی من دارم NFT می‌فروشم، دقیقاً مثل این مونه که به یه نفری بگین که من دارم کاغذ می‌فروشم و این خب توضیح درستی نیست. شما دارین اثر هنریتون رو می‌فروشین. حالا یک نفری یک جای دیگه‌ای ممکنه یه استفاده دیگه‌ای از این NFT ها بکنه. مثلا یکی از جنبه‌هایی که خیلی مطرح میشه و حالا خارج از اون حباب هنری داستان مخصوصا مطرح میشه، جنبه‌های کاربردی این داستانه که بهش در حالا اون فضا بهش میگن یوتیلیتی توکن. بارزترین نمونهش مثل کارت عضویته. شما میخواین برین توی یک کلابی عضو بشین، یه کارت عضویت باید باهاش بگیرین. کارت عضویت رو چی پرینت میکنن؟ رو کاغذ. میرین توی جای فیزیکی، که مقوای چیزی براتون پرینت میکنن، لامینیت میکنن، میدن بهتون. مثلا یه جایی مثل باشگاه انقلاب میرین اونجا این کارت رو نشون میدین یا میذارین توی دستگاهی وریفای میشه، رد میشین. حالا اگه شما بخواید در یک جای دیجیتال و مجازی عضو باشین، چیکار باید بکنین؟ کاغذ که دیگه به درتون نمیخوره. اون ممبرشیپ پس، اون کاغذ، اون بلیت روی مدیوم NFT عرضه میشه و به شما داده میشه و ممبرشیپ پس ها یا اصطلاحاً ممبرشیپ توکن ها رو درست میکنه. 1000 مزایای مختلف میتونن داشته باشن، همونجوری که ممبرشیپ توکن ها و پس های فیزیکی این مزایا رو دارن. شما یه مثلا ساده‌ترین مدلش بلیت مترو دارین یا یه بلیتی دارین که باهاش اتوبوس و مترو و چه میدونم پابلیک ترانسپورت میتونین استفاده بکنین. یه کارتی دارین که باهاش تو فلان مغازه‌ها که میرین بهتون تخفیف میدن. یه کارتی دارین که باهاش میتونین وارد کتابخونه بشین، وارد موزه‌ها بشین به طور مجانی و هزار چیز دیگه. NFT ها هم همینن. خیلی از کمپانی‌ها و پروژه‌ها هستن که یوتیلیتی توکن درست میکنن و اون توکن به شما یه مزایایی میده. میتونین باهاش یعنی این که شما یک کیف پولی داشته باشین که اون توکن توش باشه، دقیقاً همونجوری که اون کارت متروتون رو تو کیف پولتون باید حمل بکنین و اونجا تو دستگاه بزنین، اینجا هم اون کیف پولی که شما دارین و اون NFT توشه، وقتی با اون کیف پول میدین به یک سایتی وصل میشین، میتونین از یک مزایایی استفاده کنین که کسایی که اون توکن رو ندارن نمیتونن ازش استفاده کنن. میتونین یک تخفیف هایی بگیرین که کسایی که ندارن نمیتونن استفاده کنن. تمام استفاده هایی که یک کارت فیزیکی در دنیای فیزیکی برای شما میتونه بکنه رو، میتونه بخش برای شما داشته باشه رو NFT فراهم میکنه. ولی یه باحالی دیگه‌ای که داره چیه؟ اینه که شما وقتی که دارین کارت های فیزیکی میگیرین، همیشه با یک ارتباط یک طرفه‌ای با تولید کننده و انتشار دهنده اون کارت طرفین. یعنی مثلا فلان مغازه میاد کارت باشگاه مشتریان درست میکنه، به شما میفروشه و همین شما اون کارت رو دارین و حالا بر حسب اینکه چقدر ازش استفاده کنین لول اپ میشه، نمیدونم مزایای بیشتر میگیره و اینا و هم هیچ کارش نمیتونین بکنین، میتونین برین باهاش از اون مغازه خرید بکنین. NFT ها این قابلیت رو برای شما فراهم میکنن که بتونین اون کارت ها رو تبادل کنین و معامله کنین. یعنی مثلا شما یه کارت تخفیف دارین از یک جایی که کلی ازش استفاده کردین، کلی مزایای باحال پیدا کرده، در یک مارکت پلیسی به صورت وریفایبل اون کارت رو میتونین بفروشین، در صورتی که کارت مثلا فلان مغازه رو، کارت فیزیکی رو شما حتی اگر بخواید بیرونم بفروشین، خیلی هم اگر حتی مزایای خوبی داشته باشه، کسی قاعدتا به شما به این راحتی اعتماد نمیکنه یه تیکه مقوا رو از شما بخره، مگر اینکه دستش رو بگیرین برین توی اون مغازه ازش بخرین که اون مغازه هم میگه خب چرا من باید اصلا همچین گزینه‌ای رو فراهم بکنم و به نفع منه که دوباره کارت به این آدمه بفروشم. ولی در فضای NFT به خاطر اون ماجرای رویالتی که گفتم، اون پروژه هم میگه که خب چرا من باید کارت جدید بدم، من یه تعداد محدودی کارت میدم، یعنی ممبرشیپ توکن در و من کارت دارم به عنوان اصطلاح استفاده میکنم، ممبرشیپ توکن مثلا ایجاد میکنم 1000 تا فرضاً، فقط 1000 تاست، بنابراین خیلی اکسکلوسیو تره، اون داستان کول بودن رو بیشتر میاره، عضو یک کامیونیتی بسته بودن رو بیشتر میاره و با یه قیمت پایینی هم میفروشم یا اصلا نه با یه قیمت خیلی هم بالا میفروشم، بعدن روش سود میگیرم، میتونم از این روش استفاده کنم و از فروش‌های آتی این قضیه پول در بیارم و بنابراین یک در جدیدی رو حتی به روی ممبرشیپ پس ها و کلاً باشگاه‌های مشتریان و سیستم‌های عضویتی باز میکنه. یک نمونه خیلی بارزش همین مجموعه‌های میمونا و کریپتوپانکا و امثال اوناست. اینها خب اصلا همونجوری که از اسمش هم معلومه بورد ایپ یات کلاب، یه یات کلابه، یه کلابه که شما با این داشتن این توکن عضو اون کلابه میشین که حالا در قسمت قبلی که من داشتم یک هیستوری از برنامه‌های خودم در
برنامه‌ها و تجربه‌های خودم در فضای NFT میگفتم، به طور مفصل توضیح دادم که عضویت در مثلا اون کلاب به خصوص برد پیات کلاب برای من چه مزایایی داشته که خب اگه گوش نکردین من حتما توصیه میکنم که برین اونو گوش کنین که آره توضیحاتی اونجا داده بودم، ولی یه مقدار زیادش اینجوری کار میکنه. پس تا اینجا شد هنر، یوتیلیتی توکن ها و ممبرشیپ پس ها. دیگه چه استفاده هایی میتونه داشته باشه؟ یه استفاده خیلی راحتی که میتونه داشته باشه در فضای گیمینگه. در فضای گیم و مثلا ویدیو گیم ها همین امروز هم آیتم های دیجیتال به شدت وجود دارن. شما در بازی ها فورتنایت، کال آف دیوتی، نمیدونم ورلد آف وارکرافت و هزار بازی دیگه، بولترینش کانتر استرایک، آیتم میخرین، میرین از استور نمیدونم لباس میخرین، رنگ تفنگ میخرین، نمیدونم ایموت و رقص و فلان و اینا در فورتنایت میخرین، نقشه‌های جدید میخرین و هزار چیز دیگه. ولی نهایتا شما یک آیتمی دارین که اولا محدود به اون بازیه، سرور بازیه که بیاد پایین تمومه. همونجوری که خب مثلا من خودم در زمان گیمینگم کلی، نه حالا کلی ولی شده بود که چیز میزایی بخرم برای بازی‌های مولتی پلییر که اصلا بازی دیگه الان وجود نداره، سروراش مثلا چه میدونم 10 سال بسته شده و خب عملا هیچ استفاده دیگه من نمیتونم داشته باشم از اون مثلا اسکین فلان تفنگی که خریده بودم. حالا NFT ها به خاطر اینکه محدود به یک پلتفرم نیستن و صرفا روی یک بلاک چین کاملا مجزا ایجاد شدن، این مشکل رو حل میکنن. البته ممکنه بگین که خب به هر حال سرور بازی بسته بشه که خب NFT بی فایده میشه، ولی مسئلهش اینه که اینها یک چیزی دارن به اسم یک اصطلاحی وجود داره بهش میگن اینتروپرابیلیتی. در فضای برنامه نویسی مخصوصا خیلی وجود داره. اونم اینه که چیزهایی که قابلیت تطبیق و دوباره استفاده شدن در جاهای مختلف رو دارن. یعنی وقتی که شما یک asset مشخصی دارین، مثلا یک فایل 3D بهش نگاه بکنین، این فایل 3D اگر یک جای خیلی مشخصی در یک دیتابیسی باشه و بشه راحت بهش پوینت کرد، در هزار جای مختلف میتونه استفاده بشه. لازم نیست دوباره یک نفری بیاد از صفر یه چیزی درست کنه، میتونه سریع پوینت کنه به اون. بنابراین شما ممکنه در یک جهان ایدئال بتونین یه سری مثلا، حالا برای مثال خیلی آبکی داستان دارم اینو میگم، فلان تفنگ هایی که در مثلا فلان بازی خریدین و خیلی بازی معروفی بوده، ممکنه در یک بازی دیگه ای قابل استفاده باشن به خاطر اینکه فایل هاش تو سرورهای فلان کمپانی که سازنده اون یکی بازیه بوده نیست، یک جای خیلی مشخص و بی‌طرفی قرار داره و هر کمپانی دیگه و هر بازی دیگه میتونه بیاد به اون پوینت کنه و باعث که گیمرها این انگیزه رو پیدا بکنن که این هویتشون رو از پلتفرم به پلتفرم ببرن و این خیلی مسئله مهمی میتونه باشه، چیزی که در فضای گیمینگ امروز وجود نداره. فروش آثار در فضای گیمینگ امروز وجود نداره. به طور مشخص در کانتر این قضیه مثلا وجود داره، آدما میتونن تو مارکت پلیسش تفنگا و چاقوها مخصوصا و خیلی اسکینا و چیزای مختلفی که دارن رو خرید و فروش بکنن، ولی بازم اینا یک سری در واقع asset های محدود رو دیتابیس های کمپانی والو سازنده این بازیه، در صورتی که در NFT ها این اولا که محدود به یه مارکت پلیس نیست، شما NFT رو هر مارکت پلیس نمیتونین خرید و فروش بکنین و ضمناً فقط محدود به یه بازی نیست، همونطوری که گفتن در جاهای مختلف این قابلیت وجود داره. واسه همین از این جهت خیلی جنبه‌های جالبی در زمینه مثلا گیمینگ میتونه داشته باشه این تکنولوژی، که حالا میگم خیلی موضوع مد نظر من نیست و در حدی که کافی باشه یک مقداری تقریبا میشه گفت همین چیزهایی که امروز وجود داره برای گیمرها داره جواب میده و من حالا خیلی اتفاقا چی میگن سفیر مثلا تبلیغ NFT گیمینگ نیستم اونقدر و فوکوسم همونطوری که اون اولم گفتم بیشتر روی بخش آرته. و حالا برگردیم دوباره به قسمت هنری موضوع. تا اینجا درباره اینکه NFT ها تنها راه ایجاد نسخه اصل از آثار دیجیتال هستن صحبت کردیم، درباره اینکه معضلات رایج نمایش و اونرشیپ در فضای هنر فیزیکال رو حتی حل میکنن صحبت کردیم، درباره رویالتی ها صحبت کردیم و درباره اونرشیپ هم صحبت کردیم و اون افکتی که میتونه بذاره و چقدر تاثیرش بیشتره. یعنی یه آدمی مثلا چند نفر مگه میتونن بیان تو خونش یک نقاشی رو ببینن، ولی چند نفر به راحتی میتونن بیان در ولتش فلان اثر رو ببینن، یا در مثلا گالری های آنلاینی که درست میکنه
میتونن بیان اون آثار رو ببینن. اونم باز یک مسئله که اسکیلبیلیتی داستان رو نشون میده. و خلاصه تمام قضیه میشه گفتش که میشه خلاصش کرد در اسکیلبیلیتی. NFT ها اسکیلبل ترین روش ارائه و انتقال و تولید هنرند، هم به خاطر مزایا و فانکشن ها و اون پروگرامبیلیتی که دارن و میتونین روشون سوار بکنین، هم به خاطر آسونیشون در جابجاییشون و انتقالشون، اینکه محدود به مرزها و در واقع محدودیت‌های فیزیکی در انتقال نیستن، اینکه در یک جای امنی در اینترنت وجود داره، در یک بلاک چین در اصل وجود دارن، اینکه رویالتی دارن و هزار چیز دیگه. این حالا درباره قسمت NFT شه. ولی من اینجا به جای اینکه این صحبت رو ببندم و بگم که خب خدافظ، یه موضوع دیگه هم می‌خواستم وارد کنم که به طور مشخص شاید مربوط به NFT چیه نباشه، اما درباره اینکه NFT به چه درد هنرمند میخوره شاید مفید باشه. من حداقل فکر می‌کنم مفیده، امیدوارم مفید باشه. اونم اینه که هنر در مقیاس‌های مختلف و در فیلدهای مختلفش عموماً یه روش، در واقع یک حرفه خیلی صفر و صدی بوده. یعنی هنرمندها یا موفقن یا نیستن. شما مثلا اگر که یک مهندس باشین، یا ممکنه برین یک معمار اگر که باشین، ممکنه یک شرکت معماری برین بزنین، خیلی معروف بشین، خیلی میلیونر بشین، اصطلاحاً بهشون میگن استارکیتکت بشین، یعنی استار آرکیتکت بشین، مثل چه میدونم مثلا رم کوهلهاس و زاهدید و فلان و اینا، خیلی معروف بشین. یا ممکنه شرکتی داشته باشین در اشل مثلا کشور خودتون، شهر خودتون معروفه، یا اصلا ممکنه معروف هم نباشه، کارهای همینجوری معمولی بکنه. اگه شرکت نتونستین بزنین، میتونین برین توی شرکتی کار بکنین، میتونین کار فریلنس قبول بکنین، هزار کار دیگه، و دقیقاً ولی تو همون فیلد خودتون کار کنین و در برکت های مختلفی درآمد کسب بکنین. هنر خیلی این گزینه رو نداشته. مثلا در موسیقی اگر که نگاه بکنین، قدیما جوری که یا همه میرفتن مثلا سعی میکردن موزیسین چند بیتل های آینده بشن و مثلا 10,000 نفر این کار رو میکردن و از توش یه دونه بیتلز در میومده و بقیه عملا هیچی نمیشدن، به خاطر اینکه شکوفا نمیشدن و یک اصطلاحاً باتلنکی وجود داشته، یک دریچه بسیار بسیار تنگی وجود داشته برای اینکه اون موفق‌ها از توش رد بشن و یک عده بسیار بسیار زیادی پشت این دریچه میموندن. و در نقاشی همینطور، در مثلا مجسمه سازی همینطور، در هزار هنر دیگه همینطور. یک نمونه دیگهش در گیمینگ، تا همین مثلا چند سال پیش درآمدزایی و شغل، یعنی در عرصه گیمینگ یک چیز بسیار محدودی به تاپ ترین گیمرهای دنیا بوده که در مسابقات شرکت میکردن، مثل ورزش. کسایی که از ورزش پول در میارن، شما اگه فوتبالیست هستین میخواین پول در بیارین، بعد یکی از بهترین فوتبالیستا باشین که برین توی یکی از تیم‌ها بازی بکنین یا ازش پول در بیارین، یا بالاخره باید این مسیر رو به اون سمت از یک مثلا باشگاه خیلی پرتی شروع کنین و همینجوری هی برین بالا به اون سمت برین. و خلاصه این داستان‌های اینجوری، داستان‌هایی که الزاماً یک جور میشه گفت بنمایه آکادمیک و علمی اونطوری ندارن، مثل رشته‌های مثلا مهندسی یا پزشکی، عموما یک حالت پله‌ای خیلی تیز اینجوری دارن که خیلی ها رو از ورود بهشون در واقع باز می‌داره، یا باعث ایجاد اون اصطلاح معروف حالا مثلا درس تو بخون کنارش اینم ادامه بده میشه. در خیلی از رشته‌ها این قضیه در سالهای اخیر داره یه جورایی تلطیف میشه. این شیب نمودار شغل شرافتمندانه و درآمدزا داشتن از یک کار داره تیزیش رو از دست میده و یه ذره همچین دموکراتیزه تر میشه، یه ذره شیبش داره ملوتر میشه. مثلا گیمرها با وجود یک جاهایی مثل تویچ، مثل جاهایی که میتونن توش استریم کنن، حتی اگر که بهترین گیمر جهان هم نیستن، میتونن پول در بیارن، سابسکرایبر میگیرن، دونیشن بهشون میشه، میتونن توی سری چالنج‌ها شرکت کنن و استریم کنن، اد رونیو بگیرن، تو یوتیوب اینو بذارن و هزار کار دیگه و از گیمینگشون پول در بیارن بدون اینکه در مثلا سطح
اون اسپورت گیمرهای خیلی جدی باشن که دارن تو مسابقات جهانی مثلا چه می‌دونم کال آف دیوتی شرکت میکنن. در زمینه موسیقی با وجود پلتفرم‌های امثال مثلا اسپاتیفای و اینا و جاهایی که خب آرتیست‌ها میتونن به طور تقریبا آزاد هنرشون رو، یعنی موسیقیشون رو ارائه کنن، این قضیه داره اتفاق میفته. هنرمندهای خردتر هم دارن پول در میارن. حتما لازم نیست یک نفر یک راکستاری بشه در اشل جهان برای اینکه بتونه یک پول حالا بخور نمیری تقریبا میشه گفت از هنرش در بیاره. و این خیلی چیز خوبیه و خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه هنر رو از اون جنبه فوق الیتیستی و یک جور چی میگن دور از دسترس و سرابگونه‌ای که در نگاه اکثر آدم‌ها داره خارج میکنه. مخصوصا در فضای هنر حالا تجسمی، هنرهای تجسمی مثلا نقاشی و چون طراحی و مجسمه سازی و اینجور چیزا، این موضوع خصوصا در ایران تقریبا اصلا وجود نداشته و تازگی‌ها بازار یه ذره رایج‌تر میشه با بیشتر شدن گالری‌ها و باز میگم دموکراتیزه‌تر شدن فضاهای گالری‌ها و اینا، یه ذره این داره همچین آزادتر و در دسترس‌تر میشه برای هنرمندها، منظورم ها، نه برای بیننده‌ها. این موضوع خیلی خوبیه به خاطر اینکه کلا حالا این از اینجاش دیگه تقریبا نظر شخصیه، اونم از این جهت که من خیلی معتقدم که هنرمندها و کلا در واقع خرید هنر یک مسئله عادی باید باشه. یعنی الان شما اگر که در سطح جامعه راه بریم و از آدم‌ها درباره خرید هنر سوال بکنید و دربارش با آدم‌ها حرف بزنین، می‌بینین که خیلیا تقریبا هیچ درکی ازش ندارن. به نظرشون اصلا موضوع ملموسی نیست. می‌شن که هنر یعنی چی؟ اصلا آرت خریدن یعنی چی؟ چرا مثلا که چی بشه؟ برای چه کاری؟ و به نظر اکثریت جامعه، حتی جامعه‌ای که هنر دوست هستن، خرید و فروش هنر یک امر فوق الیتیستیه، یک کاریه که مال آدم پولداراست، مال کالکتوراست، مال اونایی که میخوان پولشویی بکنن و خلاصه یک کار مال از ما بهترونه. به نظر من این یه تصور و توقع غلطیه که باید یه مقداری به نظر من تلطیف بشه، به خاطر اینکه خب هنر در زندگی ما نقش داره. ما این همه آرتیست داریم دنبال میکنیم در سوشال مدیاها، در پینترست آرتیست دنبال میکنیم و میبینیم برامون تاثیر میذاره، سیوش میکنیم، اکثر حالا برای بک‌گراند موبایلمون هم که شده، به هر حال داریم از نقش و تأثیرات مثبت هنر در زندگیمون بهره میبریم و خیلی به نظر من عجیبه که اینقدر هنوز میشه گفت خرید هنر و داشتن هنر، مالکیت هنر، یه موضوع خیلی خارق‌العاده و خیلی همچین خارج از عرف جلوه میکنه در نظر ماها، در نظر خیلی از ما حداقل. در صورتی که در خیلی از جاها، مثلا آلمان رو من میدونم، خیلی این قضیه نرمال تره. خرید هنر یک امر به نسبت نرماله. آرت فیرهایی برگزار میشه، مثل یک چیزی که حتی حالا یک کاریکاتوری ازش رو ما مثلا در جمعه بازار بعضی وقتا داشتیم. آرت فیرهایی مثلا در کلون برگزار میشه، اصلا اصلش از آرت کلون، که اینجا مردم هنرمندا میان در غرفه‌های آثارشون رو میذارن و مردم عادی میان و یه چیزی میخرن اونجا. حالا لازم نیست مثلا یه موندریان بیان بخرن یا اصلا یه نشون داوینچی بیان بخرن، دنبالش اصلا نیستن. اونجا میان هنرمندها رو نگاه میکنن، یه کاری که دوست داشته باشن رو میخرن و خرید هنر یک امر به نسبت عادیه، همونجوری که خرید لباس، همونجوری که مثلا گلدون خریدن یا مثلا یک ظرف زینتی خریدن، یه آینه زینتی خریدن باز به نسبت کار عادی تریه. شما مثلا در همین ایران توی این شهر کتابا و اینا که مثلا میریم میبینین که آدما خیلی پیش میاد که صنایع دستی بخرن و اونم هنر دیگه به هر حال. اما خیلی جالبه که وقتی که وارد بحث مثلا تابلو و نقاشی و چه میدونم عکس و چیزای کلا هنرهای تجسمی این مدلی میشیم، یه دفعه انگار خریدش خیلی از ذهن آدم‌ها خارج میشه. این موضوعیه که به نظر من میگم باید یه ذره تلطیف بشه و اتفاقا چیزی که میخواستم از همه این صحبت بهش برسم این بود که NFT ها این بستر رو فراهم میکنن که اون شیب فعالیت هنری که مخصوصا شاید در ایران برای خیلیا بی اندازه تند و
انگیزه کورکن جلوه کنه، بخاطر اینکه هنرمند جوری که خب من چیکار کنم، من نه کانکشن دارم، نه آدم کانکشن زدنم، نه بابام پولدار بوده، نه هیچی، و الان چجوری اصلا میتونم من به دنیا اصلا بفهمونم که من فقط وجود دارم در همین حد. اصلا حتی نمیخوام بگم که من میخوام کارامو بفروشم، من فقط یه حرفی دارم، به نظرم ارزش داره، ارزش زدن داره. و هنرمند کسی که داره کارش از تو بدن، از تو فکر خودش، بدن نه، از تو فکر خودش بیرون میاره و توی یک مدیوم اکسپرس میکنه، قطعا احساس کرده که خب یک ارزشی داشته اون تصور و اون تفکر و اون ایده که ابرازش کرده. و میگه من فقط میخوام مردم بدونن که این وجود داره، میخوام بتونم خودم رو ابراز کنم و ارزش وجود نداشته. و NFT ها یک مقدار زیادی این عرصه رو به طور درست با احترام به هنرمند فراهم میکنن، چیزی که شاید در اینستاگرام، در بیهنس، در هزار پلتفرم دیگه تا امروز اصلا وجود نداشته. میگم ممکنه شما بگید خب طرف تو اینستاگرامش بذاره، توی سایتش بذاره، ولی مسئله دوباره وارد اون بحث آتنتیسیتی و اصل و قابل فروش بودن و قابل انتقال بودن و اینها میشه که خب اونها هیچ کدوم این گزینه رو ندارن، همچین امکاناتی رو ندارن، اما NFT ها این امکانات رو دارن و باعث میشه که یه ذره میگم این ارتباط بین هنرمند و جامعه و ارتباط بین هنرمند بین کسایی که ممکنه حاضر باشن پول بدن و یک چیزی از اون رو واقعا داشته باشن و حس کنن که دارن، نه که فقط برن توی مثلا یک کتاب فروشی یک کارت پستال بخرن که هیچ نقشی نداره، هیچ اونرشیپی توش وجود نداره، یک چیزی بخرن که هم اونرشیپ توش وجود داره، هم ارزش هنری توش وجود داره، هم از داشتنش لذت میبرن و هم از دیدنش لذت میبرن. این یک موضوعیه که میگم NFT ها دارن که در واقع حلش کردن و به نظر من رایج تر شدن فرهنگ دیجیتال اونرشیپ و اصطلاحاً پرووبل پرووننس یا مالکیت قابل اثبات در دنیای دیجیتال این ماجرا رو هی بیشتر پخش میکنه و بیشتر رواج میده و این خیلی خیلی چیز خوبیه، به خاطر اینکه باعث میشه هنرمندها بتونن همون جوری که زحمت میکشن و مثلا اکانت اینستاگرامشون رو رشد میدن یا اکانت یه وبسایت دیگه ای چه میدونم امثال مثلا پینترستشون رو رشد میدن، نه تنها آدینس جذب کنن بلکه بتونن کارشون رو آتنتیکیت کنن، ازش نسخه های اصل درست کنن، برای فروش قرار بدن و کم کم در همون اشل خودشون بتونن هم پول ازش در بیارن و هم بیشتر بتونن بنابراین وقت روی کار هنریشون بذارن و همین که انگیزه بگیرن، به خاطر اینکه سوای پول یه تأثیر روانی بسیار بسیار قدرتمندی داره وقتی که شما به عنوان یک هنرمند می‌بینید که یک آدمی میاد و به شما پول میده و اینو ازتون میخره. این خیلی تأثیرش از هزار لایک و کامنت و ریتوییت و ریشیر واقعا بیشتره، حتی اگر که مقدار اون پول خیلی کم باشه. از اون جایی که یک آدمی میاد و پول میده چیزی از شما میخره، انگار یهو جدی میشه، اینجوری که اوه سری آدم حاضرن پول بدن بابت این، پس من واقعا آرتیستم. چیزی که میگم من توی اون اپیزود 0 فکر کنم راجعش صحبت کردم، گفتم متاسفانه مقدار بسیار زیادی از هنرمندها، خصوصا هنرمندهای دیجیتال، خودشون حتی نمیدونن هنرمندن و فکر میکنن این چیزایی که درست میکنن هنر واقعی نیست. هنر واقعی اون چیزیه که فروخته میشه، اون چیزیه که خواهان داره و اینا صرفاً برونریزی‌های مغزی من، تراوشات مغزی من، نمیدونم ایده هام، حوصله‌ام که سر میره از اینا میکشم یا هزار توضیح دیگه، یا حالا اونجا مثلا صحبت داشتم میکردم که اینا به عنوان رزومه ازش استفاده میکنن، به عنوان نمونه کار ازش استفاده میکنن و خب این ناراحت کننده است. و NFT ها این امکان و این بستر رو فراهم میکنن که اون هنرمند که حالا در این برهه از فعالیتش هنوز حتی شاید خودش ندونه که هنرمنده، بتونه آثارش رو دقیقاً در سطح و در تراز هنر واقعی که حالا فکر میکنه یک چیز خیلی متفاوتیه قرار بده و عرضه کنه. و از این جهت به نظر من واقعاً بستر بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاری در زندگی آرتیست ها خصوصاً میتونه باشه این فضای NFT و کلاً ماهیت توکنایز کردن یک چیز به خاطر ایجاد اون نسخه اصله، به خاطر ایجاد اون حس مالکیت. حتی اگر که کسی نخواد این رو بفروشه، حتی اون هنرمند اگه فقط بخواد اینها رو یک جایی بذاره و صرفا میگه آقا کریئتور اینا منم، اینا به طور وریفایبل به من وصلن، نه فقط اینکه من توی یه جایی مثلا اینستاگرام خیلی رندوم آپلودشون کردم و اصلا معلوم نیست از کجا اومدن.
و از این نظرها من باز میخوام اینجا تاکید کنم که اگر هنرمند هستین یا هر مدل فعالیت تولید محتوایی دیجیتالی دارین میکنین، این رو به توکنایز کردنش فکر بکنین. ولی حالا یک ساید دیگه حالا میشه گفت منفیش هم بگم، اونم این که هر چیزی رو که میشه توکنایز کرد آدم نباید توکنایز کنه. این یک موضوع مهمیه. وقتی که یه نفری معمولا میگه که آقا NFT چیه، چی رو میشه NFT کرد، و در جوابی که میگه همه چی، خیلی‌ها من نمیدونم چرا یه دفعه سراغ کیس‌های خیلی اکستریمی میرن، مثلا خونه، نمیدونم ماشین، مدرک دانشگاه، نمیدونم دایی بابامو میتونم NFT کنم فلان. و خب اینا هیچ معنی واقعا نداره. همه نکته NFT ها اینه که شما یک اثر دیجیتالی رو یا یک چیزی که ازش یک اثر دیجیتال وریفایبل وجود داره، یعنی میگم ممکنه اون اثر هنری حالا در این کیس تولیدش به صورت فیزیکال انجام شده بوده اما نهایتا در بستر دیجیتال داره عرضه میشه، حالا با اسکن یا عکاسی که ازش شده، به هر حال اون رو دارین عرضه میکنین به صورت NFT. ولی و یعنی میخوام بگم که اون اسست به اون NFT به طور مشخص متصله و جفتشون توی کهکشانن، در کهکشان دیجیتال، در دنیای دیجیتال دارن در واقع فعالیت میکنن و وجود دارن، فعالیت میکنن حالا اصطلاح درستی نیست، وجود دارن. اما اگر که شما بیاین مثلا یه ماشین رو NFT بکنین، این هیچ معنی نداره، به خاطر اینکه ماشینه که تو خیابونه، به بلاک چین هم که وصل نیست. حالا یه توکنی توی بلاک چینی ازش وجود داره که شما دارین میگین که این مثلا نمادی از اون ماشین است، سند اون ماشین است، در صورتی که خب اینها از هم جدان و برای اینکه به هم متصل بمونن شما نیاز دارین به یک ارگانیزیشنی یا به یک فردی، به یک واسطی به هر حال که این ارتباط بین این دو رو بتونه ضمانت بکنه، بتونه تصدیق کنه که این ماشین به این توکن وصله، همونجوری که مثلا یک ماشین رو با یک سندش دارن در واقع متصل نگه میدارن. و خب وقتی که اون واسطه نیازه، دیگه چه کاری به NFT کردنش؟ NFT هیچ نقشی نداره. یعنی تمام اون سازوکارهای امنیتی و تراستلس بودنی که راجبش صحبت کردیم اینجا از بین میره، به خاطر اینکه دیگه تراستلس نیست. شما باز به اون آدم سوم، به اون در واقع شخص ثالثه، به اون واسطه نیاز خواهید داشت که بیاد و این ارتباط بین این دو رو برقرار بکنه. یه مسئله‌ای که الان تازگی‌ها مثلا من می‌بینم در چند هفته اخیر در فضای NFT خیلی رایج شده، موضوع ارتباط آثار فیزیکی و NFT هاست. و اینه که مثلا اگه ما یک نقاشی داریم این فیزیکیه و حالا اسکنش کردیم یا هر چی و NFTش کردیم، وقتی NFT رو میفروشیم فیزیکی رو چیکار کنیم؟ اینو کجا بفرستیم؟ اینو بفرستیم یا نفرستیم؟ جدا از NFT میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ و هزار داستان و ماجرای این مدلی حولش ایجاد شده که حالا بحث توش زیاده و احتمالاً بعد از این که اصلا من این اپیزود رو دارم ضبط میکنم و منتشر میکنم هم بحث توش زیاد خواهد بود. اما من اینجا فقط اینو میتونم بگم که اتصال یه در واقع پدیده فیزیکی به یک پدیده آنچین کار معقولی نیست، به خاطر اینکه ضمانتی برای متصل موندن اینها به هم وجود نداره. شما ممکنه به عنوان فروشنده اول یک اثر یک نقاشی کشیدین رو بوم و اینو میخواین NFTش کنین، NFTش کردین اصلا و NFT رو دارین میفروشین و میتونین تضمین کنین که من این نقاشی فیزیکال رو میفرستم برای صاحب، برای کسی که NFT رو بخره. ممکنه شما بتونید این ضمانت رو بکنین و مطمئن شین که حتما نقاشی در سلامت و امنیت کامل به دست اون خریدار میرسه. ولی از اونجا به بعد، اولا که در وهله اول شما نمیتونید اصلا نمیتونید که باید یه جوری بتونید مشخص کنین که بالاخره اون پولی که گرفتین پول کدومه. مثلا اگه $1000 بابت یه NFT و نسخه فیزیکالش گرفتین، آیا $500 $500؟ آیا NFT بدون فیزیکاله ارزش داره؟ آیا فیزیکاله بدون NFT ارزش داره؟ تو نقاشی عین همن دیگه، یکیش دیجیتال یکیش فیزیکاله. شما کدومو فروختین؟ کدوم اصله؟ کدوم نمادی از اصله؟ و اینها رو نمیتونیم به این راحتی ها توضیح بدین. و مشکل از اون بغرنج‌تر این که اومدیم اون نفر دوم، اون خریداری که از شما میخواد به یه خریدار دیگه بفروشه.
اونو کی ضمانت میکنه که فیزیکاله رو درست بفرسته، فیزیکاله رو سالم بفرسته، اصلا اصلش رو بفرسته، شاید از فیزیکاله کپی درست بکنه و کپیه رو بفرسته. اومدیم و یه دفعه یه جوری شد اینا از هم جدا شدن، NFT و فیزیکاله دست یکی بود، NFT دست یکی دیگه بود. اون وقت ارزششون چه جوریه؟ وقتی که میگن دفعه قبلی این اثر مثلا $1 میلیون فروخته شده، حالا این $1 میلیون چقدرش پول فیزیکاله بوده، چقدرش پول NFT بوده و یک داستان‌های اینجوری ایجاد میکنه که خب واقعا لزومی نداره این دشواری رو شما وارد کارتون بکنین، به خاطر اینکه نهایتا چیزی که شما دارین میفروشین اثر هنریتونه. اینکه حالا این رو چه کاغذی یا در چه مدیومی داره ارائه میشه، ماهیت اون چیزی که شما دارین میفروشین رو تغییر نباید بده. اگر که شما دارین بابت یک چیزی پول میگیرین، اگر مثلا یک نقاشی داره بابت نقاشیش پول میگیره، بابت بوم و رنگ و چه میدونم مثلا هزینه برق استودیوش که پول نمیگیره، که داره بابت اون اثر نقاشی که اون بوم و رنگ و زحمت دارن نشون میدن، یعنی مجموعه اونها با هم دارن نشون میدن، داره اون پول رو میگیره. بنابراین اگر که شما از یک چیزی هم فیزیکالش رو دارین و هم دیجیتالش رو دارین و هر دوشو دارین میفروشین، اون وقت این سوال پیش میاد که خب پس این یه کار دو نسخه‌ایه، یعنی چون دو تا نسخه از اون اثر هنری وجود داره، میدیومش رو بذاریم کنار، یا اینکه خب یکیش اصل است و اون یکی اصل نیست. یعنی مثلا فیزیکی اصل است، NFT مثل یه مثلا پرینت امضا شده، یه کپی امضا شده از اون اصل داره عمل میکنه و کار رو خیلی سخت میکنه. و میگم متصل نگه داشتن این تا به هم کار سختیه، یا حتی اگه متصل هم به هم نگرشون ندارین و بخواین NFT رو به یکی بفروشین و فیزیکال رو به یه آدم دیگه بفروشین، بازم اون وقت مسئله همینه که خب اگر که اصلا اون نقاشیتون رو شما به صورت فیزیکال به یک آدم دیگه فروختین، پس NFT که داشتین میفروختین چی بود؟ این فقط یه توکنی بود یا این؟ نه، این در یک دنیای دیگه‌ایه و تو دنیاهای دیگه میشه اینو جدا فروخت. و خیلی این بحث‌های این مدلی داره مطرح میشه که میگم به نظر من بحث‌های عجیبیه و خیلی حاشیه‌ایه، به خاطر اینکه هنرمند داره اثر هنریشو میفروشه، به نظر من چیزی که داره فروخته میشه اون هنر است، نه الزاما اون ظرفی که داره اون هنر توش منتقل میشه. بنابراین هنرمند تصمیم میگیره میگه آقا این هنر مثلا 10 ادیشن، 100 ادیشن، 1 ادیشن و من دارم اینو میفروشم، و حالا ممکنه بگم آقا 1 ادیشنش NFT، 10 ادیشنش فیزیکیه یا برعکس یا هر چی، و تکلیفش رو روشن میکنه. ولی به نظر من جدا دونستن اینها و اینکه حالا در دنیای NFT یه جوری اینو چیز میکنن، در دنیای فیزیکی یه جوری دیگه اینو میکنن، یا بعضی وقتا به هم وصلشون میکنن یا نمیکنن و اینا، یه واقعا دغدغه و دشواری‌های اضافه و کلاً زیاده روی نه به معنی اینکه مثلا داره مثلا یه اینویشنی انجام میده، یه اوورتینکینگ در یک بابیه که خیلی اصلا معنایی نداره. و من حالا شخصا از نظر شخصی خیلی توصیهش نمی‌کنم. واسه همین اگر آرتیست فیزیکال هستین و دارین کار NFT می‌کنین، به این فکر کنین که آقا من دارم اثر هنریمو می‌فروشم، به قیمتی براش تعیین می‌کنم، در این مدیوم دارم می‌فروشمش و تمام. دیگه خیلی به این ارتباطه فکر نکنین و چیزی که نمیتونین با یک در واقع وریفیکیشن آن چین تضمینش بکنین رو خیلی لزومی نداره وارد فضای NFT بکنین، چون تمام ماهیت NFT ها و کلا سازوکارهای کریپتویی و بلاک چینی همون ماهیت تراستلس بودن و بیواسط بودنشونه. بنابراین اگر که شما بخواید یک چیزی که به واسط نیاز داره، مثل آتنتیکیت کردن یک اثر هنری، مثل ضمانت کردن این که هر کسی NFT رو بفروشه، اون ماشینی هم که NFT داره ریپرزنت میکنه رو انتقال میده و امثال هم، دیگه خب اون تراستلس بودن رو از بین میبره و اصلا نیازی نیستش که اینو وارد فضای NFT کنیم. واسه همین این همه اینا رو گفتم که دوباره تاکید کنم که هر چیزی رو که میشه NFT کرد، دلیل نمیشه که آدم NFTش بکنه. اینم از این. درباره داستان این که حالا چی و کجا NFT بکنیم و رو چه پلتفرمی و نمیدونم تک نسخه‌ای کار بذاریم یا چند نسخه‌ای، چجوری بفروشیمش، چجوری تبلیغش بکنیم، اسمارت کانترکت چیه و هزار سوال این مدلی که وجود داره، من یک قسمت دیگه ای احتمالاً شاید قسمت بعدی این پادکست ضبط خواهم کرد و اون رو به طور خیلی ددیکیت شده برای آرتیستی که خب حالا تصمیم گرفته NFT درست کنه، فهمیده NFT چیه قاعدتاً حدوداً حداقل و با سازوکارش آشنا شده و میخواد حالا واردش بشه و باز گفتم واردش بشه چون این قسمت اصلا نگفته بودم،
و میخواد این کار رو انجام بده توضیحات کامل ترش رو خواهم داد، به خاطر اینکه این دیگه الان خیلی مضمون NFT چیه نیست، اون بیشتر NFT چجوری درست کنیمه. امیدوارم که این توضیحاتی که حالا مخصوصا در حیطه هنری داستان من داشتم میدادم یک مقداری روشن کرده باشه اینو که NFT ها چی اند و به چه دردی میخورن، خصوصا از جنبه اینکه هیچ راهی برای فروش دیجیتال آرت تا حالا وجود نداشته و هیچ راهی برای نسخه اصل سازی از دیجیتال آرت وجود نداشته و NFT ها این رو فراهم میکنن و ضمناً اینکه دسترسی ایجاد میکنن به بازارهای جهانی، دسترسی ایجاد میکنن به کامیونیتی ها و نتورک های بین المللی و فارغ از هر مرز، نژاد، جنسیت، سن، عقیده و هر چیزی شما این امکان رو باشون پیدا میکنین که بتونین آثارتون رو نمایش بدین و بفروشین و معامله بکنین و به دست آدم‌های مختلف برسونین رو براتون فراهم میکنن. این رو هم میگم در نظر داشته باشین که میگم NFT ها یه مقدار زیادی این قابلیت رو برای شما فراهم میکنن که عرضه آثار هنریتون رو دموکراتیزه کنین، شیب ترقی فعالیت هنریتون رو کندتر و در دسترستر بکنین، به خاطر اینکه میتونین NFT درست کنین، هی ارزونتر NFT درست کنین، در بازار بین‌المللی قرار بدین، آدما بیان ببینن بخرن. لازم نیست حتما یه دفعه یک آرتیستی باشین که گمنامه یه دفعه یه جایی میترکونه و در مثلا حراج ساده 2 میلیون دلار چیزی رو میفروشه و بعد دوباره حالا مثلا 60 سالش 70 سالشه و دیگه پول خیلی به دردش نمیخوره. میتونین این رو پله پله در این فضا انجام بدین و آدم‌هایی هم که در فضای NFT دارن آرت میخرن یه مقدار زیادشون آدم‌های معمولی ان و باید اینطور باشه به نظر من. NFT ها این امکان رو فراهم میکنن برای اینکه خرید هنر و نقش هنر و خصوصا مالکیت هنر و اصلا کلا اسست ها یه ذره عادی تر بشه، یه ذره مینستریم تر بشه، یک چیزی به طور مونوپول شده توسط الیت ها و قشر فوق پولدار نباشه و اینا همه مزایا و زوایای مختلفی هستند که NFT ها میتونن داشته باشن در زندگی های ما، حالا چه به عنوان هنرمندا، چه به عنوان هنر دوست ها، چه به عنوان حالا کالکتورها. و امیدوارم که این توضیحات یه ذره اون تصور خیلی تکنیکال و ترسناکی که از ماجرا وجود داشته رو رفع کرده باشه. میگم خصوصا اون سوالی که اگر NFT نه پس چی، اگر که NFT نکنیم پس چی کار میتونیم بکنیم هنرمون رو، مخصوصا میگم برای دیجیتال آرتیست ها که همونجوری که اصلا در همه دیسکریپشن های این پادکست هم مشخصه هدف اصلی و مخاطب اصلی این صحبت ها هستن. امیدوارم که این مفید بوده باشه. اگر که فکر میکنین چیزی رو من جا انداختم در این توضیحات یا یه جاییش ابهامی توش بوده، حتما هر جایی که امکان کامنت دادن اگر که داره برام کامنت بذارین، ازم بپرسین، قول میدم جواب بدم. اگر نداره هم من در توییتر به اسم همین برنا مهاجر در دسترسم، دایرکتام بازه، در اینستاگرام هم همینطور، میتونین از من بیاین سوال بپرسین اگر جاییش براتون نامفهومه. و اگر که اولین بار این پادکست رو میشنوین، راست کلیک سیف جایی که من و در آینده امیدوارم با دوستان دیگر و هنرمندایی که حالا یا دیجیتال آرتیستن یا دیجیتال آرتیست هایی که دارن در فضای NFT خصوصا فعالیت میکنن صحبت میکنن و درباره تجربیاتشون و نظراتشون در این حوزه گپ میزنیم با هم. بنابراین اگر که این موضوعات این مدلی و کلا حالا هم NFT ها و هم به طور بیشتر جنرال تر هنر دیجیتال و فرهنگ دیجیتال براتون جالبه، سابسکرایب کنین به این پادکست که هر 2 هفته یه بار، هر شنبه ها هر 2 هفته یک بار یک قسمت جدید ازش من منتشر میکنم. در همه جا هم در کست باکس و اسپاتیفای و اپل پادکست و گوگل پادکست و اینا در دسترسه. و همین، خیلی ممنون که تا اینجا گوش کردین. 2 هفته دیگه احتمالاً با توضیحات این که حالا خب اوکی فهمیدیم NFT چیه، میخوایم درست کنیم چیکار کنیم، دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم و منتظر نظرات و سوالات و کامنت هاتون هم بسیار هستم. همین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا 2 هفته دیگه GN.